اول از همه این نوتش رو بزنید. اینجا رو میبینید عزیزان، جدا میکنید دو طرفش رو به این شکل. من اینجا رو بهتون نشون بدم تمام کثیفیش به خاطر اینه عزیزان. ببینید این. پس چیکار باید بکنیم؟ مرغ رو برمیگردونیم عزیزان از این طرف و از این طرف. اول پوستش رو بگیرید به راحتی، همینطور این طرفش. ببینید اینجا رو فشار بدید، این استخون میاد بیرون به همین راحتی. از اینجا بندازید از پشت استخون خودش میره دیگه. ببینید خیلی راحت جداش کردیم. همینطور این یکی طرفش. ببینید این از این، یعنی ما با این کاری نداریم دیگه. اینجا خیلی راحت این استخونه جدا میشه. تا این پایین میاد اینجوری خیلی آروم و از این طرف هم تا این پایین. همینطور این طرفش، از این طرف تا پایین و از این طرف هم تا پایین. پسرم به همین راحتی فیلاش میذاریم اینجا. این هم خیلی راحت. ببینید این از کتفش، این هم از وسط برش بزنید دقیقا به این شکل و پوستش رو میگیرید. پسرم من عذرخواهی میکنم، پسرم نمیذاره درست فیلم بگیریم، مجبوریم قطعش کنیم. اینم خیلی راحت تمیزش میکنید، چربیای اضافهش رو میگیرید. این از مرغ تر و تمیز عزیزان. فرموده بودید که آموزش بدیم چجوری پاک کنید. این اصلا چرا باید بشوییدش عزیزان؟ مشکلش چیه؟ شما میاید درست تمیزش نمیکنید، چون زیاد دیدم اینا رو برمی‌دارید باهاش میشویید به جای اینکه تمیزش کنید. باهاش میشویید، این تمام این بوی بد داخل شکمش تمامش میره به خورد اینا و هم بوی زوم میگیرن، دیگه کاریش نمیتونید بکنید. پس اینطور تمیزش کنید، تمیز و بهداشتی عزیزان.